زوال عقل یک بیماری مغزی است. آسیب و صدمه به مغز وارد می شود و باعث می شود که مغز کمتر و کمتر کار کند. زوال عقل یک بیماری است، درست مثل بیماری های دیگر. اگر شما دچار بیماری زوال عقل شدید، هیچ کاری نمی توانید در مورد آن انجام دهید. آلزایمر شایع‌ترین شکل زوال عقل است، اما اشکال و مدل‌های دیگری هم وجود دارد. سرعت پیشرفت بیماری در هر فردی فرق می‌کند و متفاوت است. متاسفانه زوال عقل بسیار زیاد است، مخصوصاً در سنین بالا و پیری. هنگامی که این بیماری را دارید، از بین نخواهد رفت، چون این بیماری درمانی ندارد. با این حال راه‌های زیادی برای کمک به شما و اطرافیان شما وجود دارد. با فعال ماندن و مراقبت از خود می توانید سعی کنید بیماری را کاهش دهید و محدود کنید. فراموشی طبیعی با پیری همراه و مشترک است. این زوال عقل نیست. در مورد زوال عقل مهم است که به علائم و شکایات دیگر هم توجه شود و مورد توجه قرار گیرد، مثل عدم توانایی کار با دستگاه‌های مختلف و تغییر رفتار در فرد. اگر بتوانید کارهای روزمره خود را انجام دهید، اغلب زوال عقل ندارید. اگر شک دارید، می توانید به پزشک و دکتر خود مراجعه کنید. پزشک عمومی می تواند از طریق علائم تشخیص بدهد که بیماری زوال عقل است یا بیماری دیگری. اگر بیمار جوان باشد، دکتر عمومی شما را به بیمارستان می فرستد برای تحقیقات بعدی. علاوه بر فراموشی، باید به علائم و نکات دیگری هم دقت کرد. شما قادر به یاد آوردن اطلاعات جدید نیستید. به یاد نمی آورید امروز صبح و دیروز چه اتفاقی افتاده است. یادتان نمی آید چه روزی است و چه ساعتی است. بعضی وقتها راه خانه را هم به یاد نمی آورید. برنامه ریزی مشکل می شود. کنترل تلفن و کاربرد قهوه جوش مشکل می شود. آشپزی سخت می شود و یادتان می رود گاز را خاموش کنید. صحبت با مردم و توضیح دادن مشکل است. گاهی اوقات کلمات را فراموش می کنید. احساسات متفاوت دارید در یک زمان کوتاه. غمگینید، عصبی هستید، خشمگین می شوید، می ترسید و اعتماد به کسی ندارید. اغلب وسایل را گم می کنید. اغلب حرفها را تکرار می کنید. چهره‌ها را به یاد نمی آورید و نمی شناسید. این بیماری باعث تغییر احساسات و رفتار شما می شود. بسیار مهم است که از خودتان مراقبت کنید، حتی اگر زوال عقل ندارید. آنچه برای قلب خوب است، برای مغزم خوب است. پس خوردن سبزیجات فراوان، 2 عدد میوه در روز و کم خوردن شکر و نمک بسیار مفید است. نیم ساعت ورزش مثل پیاده روی، چرخ سواری و کارهای خانه را انجام دادن بسیار مفید است. ارتباط زیاد با افراد داشته باشید و سعی کنید پخته‌پز جدید یاد بگیرید. رقص و موسیقی برای مغز خوب است و با دوستان بیشتر ارتباط برقرار کنید. سیگار نکشید، الکل نخورید و چربی نخورید چون کلسترول خون بالا میره و استرس را کم کنید چون استرس باعث پیشرفت اینجور بیماری ها میشه.